رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم الحکیم الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه عن ابن عباس، میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگن که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شب به تهجد برمیخواستند قال میگفت اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. یا الله سبحانه و تعالی این میجه هست که من هر چیزی را که میخوایم فیصله بکنم به طرف تو رجوع میکنم که تو را حکم بکنی، یعنی در هر چیز حکم تو هست. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة الا بالله. علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه در شرح از حدیث میگه ای کل من جحد الحق حاکمته الیک، هر کسی که انکار حق میکنه این با تو به سوی تو راجع میسازم که تو سرش حکم بکنی. و جعلتک الحکم بیننا، یا الله تو را فیصله کننده در بین خود قرار میدیم که تو بین ما فیصله بکنی. لا من کانت الجاهلیه تتحاکم الیه، نه این قسمه که مردمای عصر جاهلیت به طرف از اونا چی میکرد؟ میرفتن پیش از اونا دادخواهی و محکمه میکردن من کاهن و نحوهی. اونا پیش کاهن ها میرفتن، پیش جادوگرا میرفتن و اونا باز کاهن داشتن، اونا مثل قاضی ها ورده بینشان فیصله میکرد. مثل مثلا بعضی قاضی هایی هستن که مطابق احکام طاغوت و احکام که قانونایی که ساخته شدگی است، مطابق کمونیسم و مثلا سکولاریسم و مطابق دموکراسی و یا به این فیصله میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه که یا الله اگر در بین ما کدام مشکل بین ما و بین دیگرا باشه، فقط اینجا فیصله تو هست، به طرف تو مراجعه میکنیم اینجا تا که تو در بین ما فیصله بکنیم. دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف دیگه میگه که ذات با عظمتی که فیصله عادلانه مطابق حکم از می باشه. یعنی اگر کسی عادلانه فیصله میکنه مطابق قرآن و سنت، این چی هستن؟ اونمون مطابق حکمش می باشه. دیگه فیصله هایی که به حساب غیر عادلانه و جاهلیت میشن اون مطابق حکم الله نیست. امام بخاری روایت میکنه عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال يقول نزل اهل قریظه على حکم سعد بن معاذ رضی الله عنه. میگه بنی قریظه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم غزوه کرد، در غزوه احزاب، بعد از غزوه احزاب در جریان از اینا رسول الله هم به همراه بنی قریظه یک معاهده داشت. بنی قریظه معاهده خود به سه شکل شکستاندن و نه تنها شکستاندن بلکه جنایت بسیار بزرگی در حق مسلمان ها کردن. چه قسم؟ اول راپور مسلمان ها را برای دشمنایشان میدادن، از اونجا کل احزاب آمدن کل چیز و یا در پشت سر هستن یا دیگر رسول الله هم گفت ما که از اینا معاهده کردیم، اینا حرکت کردن و در مقابل از اینا ایستاده هستن. بنی قریظه چی کردن؟ اول راپورای مسلمان ها را بر از اونا میدادن. دوم جنایتی که اینا میکردن او چی بود؟ که تقریبا 20 شتر اموالشان دزگیر کردن که بنی قریظه بر از اونا اموال روان میکردن، کمک های اقتصادی و کمک های صلاح و کمک های مادیات و گپا بر از اونا روان میکردن، در حالی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا چی کرده بودن؟ اینا با رسول الله صلی الله علیه و سلم صلح کرده بودن و گفته بودن که اگر دشمن بیایم ما از شما دفاع میکنیم و اگر دفاع نکردیم حداقل ما با شما هیچ سر و کار نداریم و با دشمن هیچ چی نمیکنیم، همکاری نمیکنیم، بلکه اینجا باید اینا کمک به رسول الله صلی الله علیه و صحابه میکردن. این دوم. سومی جنایتی که خطرناک ازی که کردن، یهودیای بنی قریظه گفتن بیاین که
چی کنیم؟ بیاین که آل رسول الله صلی الله علیه و صحابه اینا رفتن برای جنگ، خانم ها اینجا چی هستن؟ خانم ها اینجا تنها ماندن، بیاین سر ناموس ها از اینا حمله بکنیم. و وقتی که اونجا رفتن الحمدلله باز یکی از زنهای مسلمان اونجا بسیار قوی می باشن و این یهودی را گیر میکنه و سرش میبره و در بین یهودی ها میپرتن. این در سیرت باز قصه از این طویل است. خلاصه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از احزاب خلاص شد رفت در خانه یکی از ازواج مطهرات که اونجا غسل کرد و لباسهای خود کشید. جبریل امین علیه السلام آمد گفت که رسول الله صلی تو چی کردی؟ تو لباسهای جنگ کشیدی در حالی که ما هنوز لباسهای جنگ در جان ما هست. بنی قریظه را خبر نداری؟ آل حق بنی است که آل بازی که احزاب شکست خوردن رفتن با بنی قریظه حرکت بکنی و اونا را به جزای اعمالشان برسانیم. باز وقتی که رسول الله صلی الله علیه و اینا را گرفت و اینا را محاصره کرد و حرکت کردن و بنی قریظه را دستگیر کردن در مقابل این سه خیانت خطرناک اینا کرده بودن و حتی سر ناموس مسلمانان حمله کرده بودن. اینا به رسول الله صلی الله علیه و گفتن که ما میخوایم در بین ما و در بین شما کی فیصله بکنه؟ سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ در حصر جاهلیت امرای بنی قریظه روابط اقتصادی و معاملات نگهپا داشت. فارسل النبی صلی الله علیه و سلم الی سعد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف سعد ابن معاذ رضی الله عنه صحابه روان کرد و گفت که اینو بیارین. فاتا علی حمار. سعد ابن معاذ رضی الله عنه در این وقت زخمی بود. دمو غزوه احد میگه در خیمه خود و دمو جایی که میگه بود یک تیر آمد و در به اصابت کرد و سعد ابن معاذ رضی الله عنه زخمی بود. با وجود از این هم رسول الله گفت که برین سعد ابن معاذ بیارین. این بالای یک مرکب آوردن. فلما دنا من المسجد، وقتی که میگه سعد ابن معاذ رضی الله عنه به مسجد نزدیک شد، قال الانصار قوموا الى سیدکم او خیرکم، برای انصار گفت بخیزین برای عمو بزرگتان یا خوبتان و او را از مرکب پایین بکنین که او خود زخمی هست. فقال هؤلاء نزلوا علی حکمه. برای سعد ابن معاذ رسول الله صلی الله علیه و گفت که اینا آمدن که تو در بینشان قضاوت بکنی در بین ما و اونا. فقال میگه سعد ابن معاذ گفت که یا مردم بسیار خطرناک هستند، بسیار جنایت کردن و حق از اینا که من از اینا دوستی دارم، حق از این است که تقتل و مقاتلتهم، او کسایی که یعنی به قتال و به جنگ آماده هستن اونایشان باید قتل شوند و تثبی ذراریهم و دیگر ذراری از اینا دیگرایشان اینا سبیه گرفته شوند. و قال قضیت بحکم الله. میگه رسول الله صلی الله علیه و که تو فیصله کردی مطابق حکم الله بسیار عادلانه که در این حکم تو مطابق اونم حکم الله هست، یعنی بسیار خوب فیصله کردی. پس سومین نقطه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله ذاتی به عظمت است که فیصله کننده می باشد و حکم بر او برمیگردد. یعنی الله قضاوت کننده هست و تمام حکم به الله میگرده. امام ابو داود رحمه الله روایت میکنه، میگه عن هانی انه لما وفد الى رسول الله صلی الله علیه و سلم مع قومه، میگه وقتی که این امرای قوم خود پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، سمعهم، میگه از یا شنید که یکنونه به ابی الحکم، این کنیه میتن میگن ابی الحکم، ابی الحکم یعنی پدر حکمت. فدعاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این خواست. فقال ان الله هو الحکم، گفت فیصله کننده الله است و الیه الحکم، و حکم به طرف از اوست، یعنی فیصله الله میکنه. تو این نام اثرت نامان. فلما تکن ابا الحکم، چرا ابا الحکم میگن؟ فقال ان قومی اذا اختلفوا، وقت قوم وقتی که اختلاف میکنن فی شیء در چیزی، اتونی پیش ما میان فحکمت بینهم، در بینشان باز ما فیصله میکنم. فرضی کل الفریقین، هر دو گروه با مو فیصله که ما میکنم راضی میشن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما احسن هذا، گفت این نام یا این چیز برای تو خوب نیست. فما لک من الولد، کدام فرزند نداری؟ قال دارم. چیست نام فرزندت؟ قال شریح و مسلم و عبدالله، سه بچه دارم، یکی شریح نام داره، یکیش مسلم نام داره، یکیش عبدالله. قال فمن اکبرهم، گفت بزرگشان کدام؟ میگه قال قلت شریح.
قال فانت ابو شریح، پس تو ابو شریح هستی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابی فهماند که حکم کننده و فیصله کننده الله هست. این القابی که شما را مثلا صفات الله را برتان میته، این را دور بکنین. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت است که احکام تشریع را تعیین میکنه. یعنی احکام کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. عبدالله ابن عباس، امام بخاری روایت میکنه که ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که هلال ابن امیه قذف امرأته عند النبی صلی الله علیه و سلم به شریک ابن صحما. میگه این قذف کرد، یعنی خانم خود متهم ساخت بچی به یک جریمه در مقابل با کی؟ با شریک ابن صحما. فقال نبی صلی الله علیه و سلم، میگه نبی صلی الله علیه و سلم برای گفت که تو خی خانمت به این قسم قذف کردی، دیگه انال البینتو، یا تو شاهد میری، دلیل میری، او حد فی ظهرک، ای که باز تو حد قذف زده میشی. فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا را احدنا علی امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینه، گفت اگر یک شخص با خانم خود یک مرد را ببینه، باز این بره پشت شاهد و پشت دلیل بگرده. فجعل النبی صلی الله علیه و سلم، میگه نبی صلی الله علیه و سلم برش میگفت که البینه و الا حد فی ظهرک، یا دلیل و شاهد میری و الا حد در طرف حد سرجاری میکنم. فقال هلال والذی بعثک بالحق انی لصادق، میگه ای قسم از به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده، دیگه من صادق هستم. فلا ینزلن الله ما یبرئ ظهری من الحد، گفت حتما الله یک چیز را نازل خواهد کرد که مرا از این حد خلاص بکنه. فنزل جبریل و انزل علیه، باز اینجا جبریل علیه السلام آمد و امیات قرآن آورد که والذین یرمون ازواجهم تاب ان کان من الصادقین، این حکم نازل شد. یعنی اینجا چی هسته؟ یعنی اینجا از این حدیث تو درس میگیریم که تعیین کننده حدود و تعیین کننده تشریع و تعیین کننده تمام احکام الله سبحانه و تعالی است. پنجمین نقطه ذات با عظمتی که در میان مردم در روز قیامت، یعنی الله سبحانه و تعالی در روز قیامت هم مثل که در دنیا فیصله میکنه، در دنیا آخرت هم الله سبحانه و تعالی فیصله و قضاوت میکنه. امام بخاری روایت میکنه از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم فرمود اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء، اول چیزی که فیصله میشه در بین مردم در روز قیامت در مورد خون است. اگر یک کسی را قتل کرده باشه اونجا فیصله صورت میگیره. پس کی قاضی اینجا فیصله میکنه؟ حاکم در اونجا الله هست، یعنی قضاوت کننده الله هست. ششم ذات با عظمتی که انسانهای عادل بر منابر نور قرار میدهد. یعنی امام مسلم روایت میکنه از زهیر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان المقسطین عند الله علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، میگه انسانهای مؤمن موحدی که عدالت میکنن، در هر چیز خود عدالت میکنن و بی تفاوتی سخن نمیگن و بی تفاوتی قضاوت نمیکنن، بلکه در فیصله و قضایی که پیش از آن میباشن اینا عدالت میکنن. میگه اینا بالای منبرهای میباشن که از نور است، به طرف راست رحمان، میگه اینجا اینا قرار میگن. و کلتا یدیه یمین، میگه اردو دست الله سبحانه و تعالی یمین راست است. الذین یعدلون، یعنی امی اشخاص مقسطین کی هستن؟ الذین یعدلون فی حکمهم، کسایی که در حکمشان اینا چی میگن؟ عدالت میگن. و اهلیهم، و در اهلشان، و ما ول، و در هر چیزی که اینا در اونجا برشان ولایت و فیصله داده شده بود. پس این قسم رسول الله صلی الله علیه و الله سبحانه و تعالی را معرفی میکنه که حاکم است در دنیا و آخرت، حکم تعیین کننده حکم او است و اگر کسی قانون دیگی کس را مطابقت میکنه در حقیقت او را به این صفت الله شریک کرده. و الله سبحانه و تعالی فیصله کنه حاکم است و معنی ازی که فیصله میکنه در دنیا و در آخرت و تمام بین نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، موحدین، غیر موحدین، کفار، کل از اینا را قضاوت در روز آخرت کی میکنه؟ الله سبحانه و تعالی میکنه. و ذات با حکمت هست که تمام احکام از او به اساس حکمت است
و کلش به اساس حکمت الهی هست و ذاتی هست که تمام حکمش با بسیار محکم است، یعنی با اتقان است. پس به این شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما الحکیم، الله سبحانه و تعالی اینامش معرفی کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.